سلام به کانال خودمونی، خوش اومدید. من الیاسم. من شهرزادم. منم سهیله. امروز داریم میریم آیی ترین دره عروس دره های ایران. آقا امروز داریم میریم ولاگ دره رقز، عروس دره های ایران رو براتون بگیریم. الان تو مسیریم. آقا من استرسم، مثلا من اعتراف کنم خیلی استرس اینجا دارم. من اصلا نمیدونم چی میخواد بشه دیگه. فیلم سهیل میذاریم، سهیل میگه چوسی ترین دره ایران. فکر میکنه چیزی نیست ولی ما میگیم سخته، برنامه سختیه و دیگه الان داریم میریم دیگه. تقریبا میشه گفت الان 5-6 ساعت تو راهیم از اصفهان. بعد بریم نزدیک داراب. با یه لیدر درجه 1 نوشتیم که انشالله ببینیم چیه. بعضیا میگن یا دره نیا یا با لیدر خوب بیا. اصلا تجربه دره هم نداریم در زن. آره. دره اولی. دره اولی هستیم. اصولا دره تامرادی رو میگن اولین بار بیاین. دیگه ما هم صبح زود راه افتادیم و الان تو مسیریم داریم میرسیم. نمیخوای توضیح در مورد بدید که چجوری باید بیان و چجوریه رو؟ چرا؟ بچه‌ها باید با لیدرش هماهنگ کنید. حالا هر کسی هست، ما با لیدر افشین جان هماهنگ کردیم. مشخصاتشو براتون میذاریم کپشن ببینید اگر دوست دارید. شماره‌اش هم که دوستان در نوردمون بهمون داد، گفت که بچه‌ی خیلی کار درستیه. دیگه بعد خودتون رو برسونید به داراب. اینجا فکر کنم بعد از ظهر، یعنی امروز الان ساعت 3:30 فکر کنم، ما 5:30 اینا برسیم. 5:30 فکر کنم تا 8:30 شب آموزش میدن، چون یه دره فنیه دیگه. بعدم اونجا فردا صبحش حالا براتون تو مسیر میگیریم که چه اتفاقاتی قراره بیفته. این چیزی که تحقیق کردیم تقریبا. آره دیگه با لیدر هم حتما باید بریم دیگه. گفتیم. آره گفتیم. خب دیگه همین بریم ببینیم چی میشه. بریم تو مسیر ببینیم چی میشه. خب الان وسوتامون رو پوشیدیم. من تست تو چشت به دستش باشه. اگه یه وقت بهم شد بتون بگیرش. زیاد درزه. آها. بذار تو من توضیح بدم. صبر بده من. سوت داد. دقیقاً یکی یه فشار خیلی شدیدش من دارم. نه خیلی دکتر خورده. هر کی میره اونجا فکر کنه اینم یکیه. اینا کلاه ایمنی امکان انتقال جایی هست. کلاهمون هم جمع کردیم. ساعت شب چرت و پرت داریم میگیم. ساعت 2 هم بیدیم. اینطوری جمعش من سکسی میشه هارمون. هارنس هم جالبه، چه خیلی نکیه. اینا هستوه؟ بودوی اصلا بودوی سخت پوشیدن اینا، اما مسیر خیلی خوب بود. مثلا حرف بزنم مسیر کوه نوردی خیلی باحالی داشت. من که اذیت نشدم دیگه. نکته هایی هست که حالا بهتون میگیم توی آخر ولاگ. این فرش رقز با افشین جان، بهترین لیدر رقز. 1 2 برو. یه جامپ برو. علی آفرین. منو نگاه. برو. بیا. سوال نظر چیه؟ عالی. برعکس شدیم. یه پا تو هوا. بیا جلو دوری. هنوز همونی که تو ویدیو گفتم همچنان. دروغ میگی. خودتون کنید فقط بیا. حرف دیگه رو. آره این خیلی بیا. یک دو به حضور آقای مرادی، لیدر کار درست. چهار تا رو ما رو بیا. منو ببین. سهیل. چهار تا منو ببین. یک دو سه.
آها کنارم. همینو بیا پایین. تا بهت گفتم 2 تا دست رو ول کن. خوبه. بیا. عالی بود. این هم دوباره مسیر برگشت. دوباره یه مسیری. دیگه آخرای مسیریم و تقریبا میشه گفت تموم شد. سفیدم چرت و پرت میگه. حتی آخرش دیگه از اولش سخت‌تره. اومدیم از سفر ماجراجویانه من و سهیل و شهرزاد به دره رقز. دره زیبای رقز. واقعا زیبا و اینکه خارج از همه ولاگ‌ها بچه‌ها ما سعی داریم کلا یه توضیحات کاملی براتون بدیم. حالا فیلماشو که دیدین، هیجاناشو دیدین، محشره، ولی یه توضیح کامل در مورد چیزایی که توی حالا راهنمای سفر به رقز یا ولاگ‌های رقز نگفتن ما می‌خوایم براتون بگیم. دوست داریم اینجا ما ولاگایی که از سفرمون زدیم راهنمای شما باشه که سوالایی که ما داشتیم رفتیم اونجا شما دیگه نداشته باشین و یه ذهن بازتر برید. اول از همه بگو رقز برن یا نرن؟ اول از همه لایک سابسکرایب یادتون نره. رقز یا رقز، آقا رقز یا رقز حتما از نظر ما برید. یعنی از نظر ما شک نکنید. یک، با یه لیدر خوب برید، با تجهیزات خوب برید، لیدر صبور برید، هی عجله نکنید، وقتش بهترین تایم برید و دیگه همین. ما با آقای افشین مرادی رفتیم، خیلی لیدر خوبی بود. شماره‌شو براتون می‌ذاریم که آره توی اینستام چک کنم بنویسم به فارسی افشین مرادی لیدر رقز. آره اما من میگم همه آدمی نمیتونه اونجا بره. دقیقاً درست میگی. آره. اینکه خب البته اشتباه نشه، یه سری چیزایی که ما الان توضیح میدیم چون خودمون تجربه کردیم، از تجربیات دیگران استفاده کردیم بهتون بگیم، شاید میتونم بگم 40-50% راه براتون راحت‌تر باشه حتی اگه اون آدمه نباشید. آره. یکی اینکه ذهن قوی داشته باشین، دوم اینکه ترس از ارتفاع نداشته باشین. تجربه پریدن تو آب و شیرجه و اینا اگه دارید و بهتون لذت بخش بوده براتون این تجربه رو انجام بدید. باید بپرید، باید فرود بیان. تو فیلم‌ها دیدین همونجوری که دیدین باید حتما فرود بیان، باید بپرید، راه برگشتی نداره. خیلی باحال، پر از آدرنالین و هیجان و خیلی اصلا به قول یارو میگفت زندگی قبل از رقص و بعد از رقص تقسیم میشه. زندگی به 2 بخش تقسیم میشه، که قبل از رقص که 2 بعد از رقص. واقعا حالا ما سه تا که هم پریدن رو دوست داشتیم، هم فرود اومدن رو دوست داشتیم، هم آبتنیش رو دوست داشتیم. اما اگه که روحیاتتون جور نیست نرید لطفاً. واقعا به خودتون و همه رو اونجا اذیت میکنه، هم گروهیاتون اذیت میکنین، لیدر اذیت میکنین اگه براتون سخته. اگه که میدونید که ترس ندارین از ارتفاع برید، بپرید، لذتشو ببرید. اولین چیزی که مهمه برای رقص چیه؟ کفش خوب. حتما کفشتون خوب باشه بچه‌ها. تاکید میکنم با کفش خوب برید. یعنی یکی از مهمترین قضیه‌ها کفش که خیلی‌ها اونجا دست کمش گرفته بودن، خیلی‌ها و اومدن و اذیت شدن، سر خوردن، خیلی اذیت شدن. 2 تا از بچه‌ها کفش خوب نداشتن و خیلی اذیت شدن. حتما یه کفش خوب. حالا بهتون من پیشنهادم جنرال شیماه. بله. که حالا خود لیدرتون هم اگه بپرسین بهتون میگه. شیما مدل جنرال. آره. شیما مدل. آره و اینکه خیلی خوبه بچه‌ها. بعد چیزایی که باید همراه باید به نظر ما باید مثلا یکی کلاه شناس همراهتون باشه. کلاه پلاستیکیش بهتره، لاستیکی. آره بعد سرتون گرم نگیره. دقیقاً. بعد دستکش چون با تناب دستکش هم از همین دستکشایی که ابزار فروش دادن، دستکش کارهایی که همه میپوشن. آره عکسش براتون میذاریم، همون عکس کفش هم براتون میذاریم. دیگه خوراکی و تغذیه خوب. ما با اینکه الان توی رژیم هستیم 2 تامون 3 تامون، اما این شب قبلش حسابی پروتئین خوردیم، مرغ و اینا درست کردیم، تو راه هم ناهارمون رو پروتئینی خوردیم. قند هم خودشون نبرید. آره چیزای قند مصنوعی نبرید. بعد اونجا هم برای خودمون صبحونه‌مونم پروشیک با کیک پروتئینی درست کرده بودم بردیم. حالا کیک پروتئینی هم بعد یادتون میدم آموزش رو براتون میذارم. اینا رو خوردیم و واقعا سیر بودیم، حالمون خوب بود. سعی کنید روز قبلش هم قبل سفرتون یه ریلکسی داشته باشین، ورزش سنگین نکنید، کار سنگین نکنید. سعی کنید یه ذره مثلا یه شب قبل از حرکتتون خوابتون رو خوب برید که حالا بعد تو جاده میافتین و بعد میرسین اونجا صبح زود بعد ساعت 2 3 داشتین. آره بیشتر 90 کیلو هم نباشید بهتره وزن. دیگه چیزی که بعد بگیم، ببینید میتونید خودتون خب هزینه‌اش براتون زیاد میشه اگر که در نبرد نیستید.
بهتره که بحث حالا وتسوت و هارنس و اینا رو به خودمون لیدرتون بسپارید و خب یه سری مشکلات به لوازم کرایه‌ای یا لوازمی که با تور میرید یا مثلا با کسی که مثلا میخواد شما رو ببره هست، ممکن لباسا مثلا انقدر نو نباشه که شما فکر می‌کنید. هارنس مثلا چیز حالا مهمی نیست، حالا زیاد نو باشه یا نباشه، ولی بیشتر وتسوت مهمه که نو باشه. مثلا حتما درای بگ با خودتون ببرید. اکثر درای بگایی که کرایه میدن یا حالا همون لوازمی که در اختیارتون میذارن سوراخ، یه وقت چیز مهمی داخلش نذارید پر آب بشه، یه وقت خراب بشه. آره، سعی کنید گوشی هم با خودتون نبرید. اینجا بچه‌ها آوردن دوربین گوشیشون شکست، آب رفت توی گوشیشون، یا اگه مطمئنید کاور از خودتونه با خودتون ببرید. من پیشنهاد می‌کنم نبرید، چون اونجا ازتون فیلم عکس هم میگیره. آره، با یه لیدری برید که افشین چون خودش فیلم عکس میگیره، بعد براتون میفرسته، اصلا کلا رو پکیجشه و اینکه میتونید تا میشه گوشی نبرید، یا اگه میرید با گوپرو برید که حالا مثل ما بتونید راحت فیلم برداری. اینا گوپروتون هم حتما مجهزش کنید که اگه افتاد تو آب نره پایین، با اون دسته زرد رنگ چی بهش میگن مخزن. آره، ما حتی به اونم اعتماد نکردیم و کلا با یه تناب کوچیک گوپرو به خودمون وصل کردیم که اگه یه وقت حالا اون مخزنی که مال هوای خود دوربین هست خورد جایی شکست، حداقل دوربین پایین نره. آره، تا اونجایی که تونستی ایمیلش رو رعایت کردیم. در مورد کوهنوردیش گفتیم، میگیم بعد میگیم تغذیه هم بگید، تغذیه ریزه خواری کنید حتما. آره. یعنی هر جا دیدین احساس کردین ضعف دارین ریزه خواری کنید. خانم‌ها وتسوتتون رو سعی کنید زیرش حتما یه مایو یه تیکه بپوشین که حالا هم بهداشتی تره هم گرم‌تر نگهتون می‌داره. حتی میتونید از لگای خیلی چسبون یا لباسای ورزشی خیلی چسبون هم از زیر وتسوتتون استفاده کنید، یکم گرم‌تر نگهتون می‌داره. آقایون هم فکر کنم همون شورت و زیرپوش بپوشن خوب باشه. آره، میتونن هم از این لگای ورزشی بپوشن اگه داشته باشین. اما وقتی که ما رفتیم خدا رو شکر هوا خیلی خوب بود. بچه‌ها بودن هفته قبلش باد سرد. آره، برنامه اینجوری بود که بچه‌ها ما رفتیم اقامتگاه، حالا توی فیلم‌ها گرفتیم براشون. رفتیم اقامتگاه، اونجا موندیم ساعت 2:30 نصف شب 3 آموزش دیدیم. آره، آموزش دیدیم که حالا چجوری همراه با هارنس و اینا بیایم پایین. بعد از آموزش دیگه رفتیم خوابیدیم، شام خوردیم و خوابیدیم. ساعت 2:30 3 بیدار شدیم، پوله‌ها رو بستیم، سوار نیسان شدیم. تقریبا 1 ساعت و نیم 2 ساعت نیسان سواری داره بچه‌ها. شما رو میبرن به اون محلی که حالا بعد پیاده بشید. بعد از اونجا تقریبا 1 ساعت 1 ساعت و نیم 2 تا سرازیری داره، یه دونه هم سربالایی داره که تقریبا میشه گفت 1 ساعت و نیم کوهنوردی داره. دیگه میرسیم پای چشمه. هم خیلی سنگین نبود. نه سنگین نبود. اگه با آمادگی بدنی خوب داشته باشین خیلی براتون سخت نیست. آره. میرسین، صبحونه میخورید، دستشویی میرید، وتسوتاتون رو میپوشید و هارنس و کلاه و همه شروع میشه هیجان شروع میشه. دیگه میپرید فرود میاد، میپرید فرود میاد. لایکتون خیلی لذت ببرین از این همه طبیعتی که انقدر قشنگ چیدمان شده کنار هم و بعد از رقص شما یه آدم دیگه‌ای هستین و خیلی فکر یه ذره که خیلی اعتماد به نفستون بالاتره، انرژیتون مثبت‌تره و واقعا یه جایی میگفت که رقص مثل زندگی میمونه، راه برگشت نداره. بچه‌ها من از کسی که اونجا آقای لطفی بود بسیار کار درست بود، مرد با تجربه 50-60 ساله. آره، بچه‌های کبار بودن. پرسیدم بنده خدا 30-40 تا دره رفته بود، بهش گفتم خداییش اگه بخواید جدا کنید کدوم دره ها بهتر از همه بوده از همه لحاظا، یعنی بخواید یه پکیج کامل از یه دره معرفی کنی که همه چیزش خوب باشه، چه دره؟ گفت فقط رقص. یعنی میگم برای کسی که با این همه تجربه بگه مثلا رقص، چون میگه تعداد فرودش زیاده، سرسره داره، پرش داره، همه چیز توی پکیج کامل و طولانی. یعنی شما مثلا تجربه 6-7 ساعت همینجوری پرش و اینا رو داری. سرسره سواری، آب تنی و یعنی واقعا توصیف نیست و تو فیلم‌ها هم نمیشه اصلا. هر چقدر فیلم میگیری اون حجم ارتفاع مشخص نیست، نمیدونم عمق‌ها مشخص نیست. مثلا آبشار داره 62 متر، شما باید 62 متر رو با تناب بیاین پایین و یه لذت اصلا عجیبه. مثلا کسایی که تجربه فرود و اینا ندارن، حالا دوستانی که تخصصی صخره‌نوردی میکنن یا حالا دره‌نوردی میکنن، این تجربه براشون عادیه. هم برای ماهایی که تجربه اولی ما متر نذاشتیم روی آبشارها، یه سری میگن 30-40 متر، یکی میگه مثلا 50 متر، یکی میگه 40 متر، ولی در کل فکر میکنم چیزی که ما پرسیدیم 62 تا حوضچه داشته باشه برای پریدن و آبشار ودا هم معروفه، فکر میکنم از بین 40 تا 60 متر ارتفاعش باشه، چیزی که حالا میگن ما شنیدیم. و فرود آخرش هست که به اون حوضچه قلبی هم معروفه آبشار ودا و فوق العاده قشنگه دیگه. آره دیگه چیزی نمونده بگیم؟ نه چیز دیگه که خوراکیه که گفتی فرودا رو جدی بگیرن. خیلی آره، دست کمشون نگیرید، با دقت بیاین، حوصله به خرج بدین. آره. عجله نکنید، مواظب خودتون و بقیه باشین. ابزاراتون رو چک کنید دو طرفه، یعنی یکی شما رو چک کنه، شما یکی دیگر رو. دقیقاً چفت باشه ابزارات. حتما بچه‌ها این حالا اون هارنس و زندگی که هست خیلی قشنگ بعد هر بار که می‌خواید فرود به قشنگ چکشون کنید، صرف کنید کمربندتون رو و اینکه برید خیلی خوبه. فقط با احتیاط، اصلا عجله نکنید. هیچ وقت بچه‌ها ارتفاع ادعا بر نمی‌داره. ممکنه که تو یه
مثلا 2 متر فرود یا مثلا یه جایی که میخوای یه پا رو بری پات پیچ بخوره، داشتیم کسایی که مثلا یه اتفاق افتاده، خیلی با صبوری، خیلی با خونسردی راهتون ادامه بدید. هیچ کس عجله‌ای توی کوه نداره. بچه آشغال هم نریزید، تو رو خدا لطفاً، آشغال لطفاً. نریزید. من تو همه ویدیوها ازتون خواهش میکنم. نمیدونم چجوری بهتون بگم، دره خیلی جا آشغال بود، با اینکه بچه‌ها میرن پاکسازی میکنن، آقا افشین رفته بودن با دوستانشون پاکسازی کردن، اما باز هنوز آشغالا بود. آشغال سخته، شما یه دونه بطری رو میذاری تو کیفت میاری، اما کسی که میخواد یه عالم بطری رو با خودش بیاره سخته. اصلا من اینو نمیفهمم، کسی که مثلا 2 تا آب معدنی کوچیک، نمیدونم آب میوه، نمیدونم انرژیزا، نمیدونم همه اینا رو پر میاره، بعد خالی شده، نه وزنی داره، میتونه تمام بطری‌ها رو مچاله کنه، مثلا بطری آلومینیومی با سنگ بزنه انقدرش کنه، خب بعد اینو بذاره داخل کولش، برگردونه پایین. این چه مشکلی داره؟ بعد واقعا از مثلا یه وقتایی شما مثلا یه جایی میری که همه یه راه آسونیه که اونم 100 من مخالفم، مثلا اینو میگم برای اینکه بابا دیگه به خود شمایی که در نوردی، کوهنوردی، دیگه این برای شما زشته که وقتی رفتی این ارتفاع بالا اونجا آشغال ریختی، بعد یه وقتی مثلا طرف اینجا ماشینشو گذاشته میره پای آبشار، مثلا اینجا میریزه میاد، اون باز یه ذره قابل درک‌تره تا تویی که میری توی دره، تویی که حرفه‌ای، بعد میری همچین جایی، بعد قوطی کنسرو و لوبیا تو آبتو همینجوری ول می‌کنی طبیعت. سیگارتون نمیدونم پوست کالباسی که خب اصلا واجعه است. ایران داره بچه‌ها نابود میشه با آشغال، یعنی هر جا میری تو بکرترین نقاط ایران ما رفتیم که با کوله و نمیدونم پیاده رفتیم، آخرش یه 2 تا آشغال بوده. تو رو خدا خواهشن هم آشغال نریزید، هم به اطرافیانتون بگین که آشغالاشون رو جمع کنن. یه مطلب من میگم، یه ویدیو رو تموم می‌کنیم. این حرفی که ما میزنیم اصلا برای شما نیست، برای نسل فردای شماست. شما بالاخره اگر بچه 14 ساله هستی، اگر 20 سالته، اگر 30 سالته، بالاخره ازدواج می‌کنی، بچه‌دار میشی. خودت اصلا ازدواج نکردی، بچه‌دار نشدی، فردا داداشت بچه‌دار میشه. اون بچه‌ای که در آینده به دنیا میاد قرار از این جاها لذت ببره، استفاده کنه. اونم میخواد بیاد رقیق، اونم میخواد بره طبیعت. پس به خاطر همین به فردای خودتون، نسل خودتون رحم کنید بابت این قضیه. ما وارثان این طبیعت هستیم. بعد همینجوری که گرفتیم همینجوری بدیم به نسل آینده. لطفاً مراقب باشید. لایک، سابسکرایب یادتون نره. اگر ببخشید اگر بازم سوالی در مورد رقیق بود کامنت ها بپرسید. به این غروب ما هفته یه قرمز بکنم. نه یک شنبه میاد. بعد بپرسید، جوابگو هستیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.